یه شبی یه خانومی زنگ زد به من برای ویزیت با صدای لرزون و بسیار بسیار بهت زده. گفتش که آقای دکتر یه اتفاق بدی برام افتاده. گفتم چی شده؟ گفتش دیشب یه جایی بودم، یه ارتباط جنسی بین من و یکی دیگه اتفاق افتاد. گفتم یعنی بهت تجاوز کرده؟ گفت نه، به میل خودم بود ولی نمیدونم چرا این کارو کردم، نمیخواستم این کارو بکنم. بهش گفتم که الکل خورده بودی؟ گفت آره آقای دکتر. گفتم وقتی که شما به عنوان زن الکل میخوری 2 تا اتفاق تو مغزت میفته. یکی این که الکل باعث میشه که شما میل جنسیت بره بالا و دومیش اینه که الکل فعالیت لوب پیشانی یا فرونتال مغز تو رو مختل میکنه. لوب پیشانی همون جاییه که دقیقاً باعث میشه که ما رفتارهامون فیلتر بشه. یعنی این کار به عنوان کار خوب انجام بدیم، این کار به عنوان کار بد انجام ندیم. و مصرف الکل باعث میشه که اون مهاره، اون لبه از کار بیفته و مهاره از بین بره و ما یک سری رفتارهایی رو بکنیم که در حالت عادی انجامش نمیدیم.